بیا رسیدیم. اینم بغلی آقا رضا. خریدات لیست کردی بدونی چی لازم داریم یا نه؟ آره، لیست وسایلایی که باید بخرم یه دفتر 200 صفحه‌ای میشه، ولی پولم نهایتا اندازه خط اول دفتره. صبر کن، اگه آقا رضا گفت تا بدهی آقا جون را صاف نکنی جس نمیدم چی؟ بیا قلقش دست منه. 2 تا از بدبختیامو بگم، آخرش یه چیزی هم دستی بهمون میده. دل صافی داره. ما آمدیم آقا رضا. سلام. به به خسرو خان، ابر بدهکار ناپیدا، چه عجب از این دروا. خوشحال شدیم بالاخره زیارتتون کردیم. زیارت؟ اینایی که میگن خوشحال شدیم زیارتتان کردیم، کاش پول هم بیندازن تو ذریحمان ما هم خوشحال بشیم. معلومه این مدت که پیداتون نبود مسافرت و تفریح تابستونی بود اینا، یعنی وضع پول و بله به راه دیگه. مسافرت؟ تفریح؟ خدا خیره بده. تفریح کجا بوده؟ الان 85 روز از تابستان گذشته تفریح گوسفندا توی ییلاق بیشتر از ما بوده. من هم دورترین سفری که تو کل زندگیم رفتم نورآباد مماسری بود آقا رضا. پول کجا بود که باید سفر بریم قربان تو برم. دیگه اینقدر پیاز داغشو زیاد نکنی. بگو ببینم اومدی بدهی آقا جونو صاف کنی یا نه؟ آقا رضا، همونطور که گناه هیچ پدری را به پای فرزند نمی نویسند، هزینه هاشون رو هم از جیب فرزندان بیرون نمی کشند. بینوایان صفحه 240 پاراگراف 15. آی اسی، اگه نهار میخوای باید تو هم یه تلاشی بکنی ها. راست میگه آقا رضا. گیران پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو رو چه حاصل؟ این پرت و بلاها چیه میگین شما؟ من نمیفهمم. درست صحبت کنیم بفهمم چی میخواین. فقط امیدوارم پول و بله حسابی داشته باشین، چون چوب خطتون بد جوری پر شده. ما آقا رضا، الان وضع مالی ما در این حده که وقتی میخوایم از حسابمون موجودی بگیریم پیام میاد موجودی حسابتان برای دیدن موجودی کافی نیست. ای خدا چیکار کنیم؟ آقا رضا منم همینطور. دیروز از بانک به من SMS دادن، گفتن بیا موجودی حسابو بگیر یکم بخندیم. تو رو خدا من خنده دارم آقا رضا. تو نه، حسابت خنده داره. ای خدا. بس دیگه، منظورتون رو فهمیدم. بگین چی میخواین بهتون میدم، به حساب قبلی اضافه میکنم، هر وقت داشتین بیاین حسابتون رو صاف کنین. خوبه؟ خدا از بزرگی کمتون نگونه آقا رضا. خب میخواین 2 تا مرغ بکشم ببرین؟ مرغ؟ آخه به قیافه من و این نقلیان میخوره که مرغ کیلو 80 تومانی بخوریم؟ خب آخه انسان نیاز به پروتئین و گوشت مرغ داره پسر جان. آقا رضا، این مشکل حل کردیم. از وقتی مرغ گران شده آقا جان تیرکمان درست کرده، میره تو حیاط گنجشک و کلاغ شکار بکنه. راست میگه. بجاش 10 تا تخم مرغ به من بده با 100 گرم روغن. تخم مرغ دونه چنده آقا رضا؟ دونه ای 3000 تومن. 3000 تومن؟ آقا رضا، نصف داری دونه 1500 تومانی باشه؟ مگه هندونه است؟ تخم مرغو که نمیشه نصف کرد پسر جان. یادش بخیر یه زمانی میپرسیدن املت با گوجه یا رب، الان باید بپرسن املت با تخم مرغ یا بدون تخم مرغ. خوش به حال اعصاب و کف. 300 سال خوابیدن تورم احساس نکردن. ما یه شب میخوابیم فردا رئیسی 30% برده روی همه چی. جمعیاً کف میکنیم. به ما میگن اعصاب و کف. دستاورد رئیس جمهور 6 کلاسه نظام دیگه، داره اندازه تمام رئیس جمهورهای قبلی رکورد میشکنه. خدا لعنتش بکنه. وضعیت گرانی توی این مملکت یه جوری شده که میری یه بقالی یا میوه فروشی، وقتی برمیگردی باید زندگی رو دوباره از صفر شروع بکنی. میدونی آقا رضا، ما اون دسته از آدمای تاریخیم که وقتی پیر شدیم آرزو نمی کنیم برگردیم به دوران جوانیمون. عوضش یکی از مزایایی که نسل ما تا سرنگونی آخوندا داره اینه که میتونیم یه عالم داستان ترسناک برای نوهامون تعریف بکنیم، البته اگه جان سالم به در ببریم.